ماشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این برادر من اگه میشه ایوان. سلام علیکم برادر عزیز. این ایوان دیم سیانس آمده. یکم سیانس شما دیدید؟ والدن دیدم خودش خدا را شکر خیلی خوب شده. خوب چی خیلی سوزه هیچ یکم 50-60 خوب شد. یکم خدا را شکر دعای نیکتونم فراموش نکنیم و حقی برادرمون دعا باشیم. ما نمی‌دونیم چه خیلی بازم می‌ذاریم. مایدان دوستان می‌ذاریم. برادر به امرت ممکن است برای که این گیمنگی اومده سی این ستومره میشه خودش آب خیلی تاگه خودش زردو تاگه اون زدن ممکن است اما حتما ببینیم که ستومره شما زردو گرفت یا نه ببینیم بعد ما کار میکنیم. برای بعضی برادرها نمیفهمن خیال میکنن که ما چقدر فکر خون شما میکنن. هیچ وقت فکر خون گرم نزنیم برای یک برادر تهمت نکنیم. ما با بهبودی شماییم که شما ضرر نکنید. خب رو باشین برادر دیگه سیانس قبول کردیم میبینیم چه شخصانی که خواهش گذشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته با سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل می‌کنند و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است با ماشین‌های مخصوص و راننده زن باشد و از نام شبکه دکتر بختیار گپ زنید برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم های روی اکران بوده تماس بگیرید. فوتزورگ استحصال فرانسیا ای 8 تا 12 کیلو را خراب میکنه. هم برای مرد هم برای زن توصیه داده می شود. به حد داروی افکتیو نی ای همه پاپولار نی برای خراب کردن ای. مرحمت زنگ بزنید. شما میپرسید برای کرم هست هم برای آدم کلانسال هم برای کودکونه. مرحمت برادر 100% آریگینال ای. با کدام شهر را بگی روان میکنیم با توریستان دستافکن میکنیم. یکم سیانس دادم خانم باشم او سوزه نری تو خیلی بعد سوزه فکر سخت‌تر می‌داری. اینا وقتی سخت میزنیم. اینا کم شدن جون. خیلیش حالا جون. اون اصلا سخته نفسم میبرم. اون سخته. راخ. این اختار. راخ بسم الله الرحمن الرحیم. اون بلند که کلی بسم الله الرحمن الرحیم. انا الشفا. تو برا؟ موجودن؟ دست. دیگه بعد چیز کردم. خدا همه مردگی بود از سبب فهمیدی؟ خود مردگی بود. موشاکو وابشه کار نمیکنه زی. دوش. Почта бардо? Вышел. Конечно, بدون میتونستی برداشت. همش الان میتونستی جمهور گفتم با جمهور خرید خرید کردی میگفتی نه؟ ماشاءالله همونجا شما کم ترکش داری نوارم. خب همونجا که پوچش بخش جمهور میتونست.
دکتر شما مسکر تاجکی صداو بوی صداو نتردید؟ نه یفتی автомобиль чим фурори ки бор меорад салкам обширитие اونجا در اونجا کافه سمرقند میگفتم о кафе навруз чио узбеко 4 сол تو سنجه نماز کجا جلو من؟ ای ماشاءالله باقی بشین نمازه دیگه شتا میخونه روزه من حاضره با سجده کرد سبحان الله بگو بیست Next, I'm going to do دارید خواهان استمرار خودشو کردشت باید برادر باید مخلصان که برای به حق شما دعای نمیکرد کنیم که چکلی استفاده میتونیم با شما که رحمه کرد ای ماشاءالله که رحمه طبعا نترسیدم خواهان تعالی گفتگه شیطان بنده با امید ها ماشاءالله یه بار استو میخواییم ایران دیگه استو خانه تومات درست شده خدا را شکر الحمدلله شفا که نصیب بود این روز گرفتی شفا خدا را شکر الحمدلله من ختم میبینم خیلی اختصارش برای که جدا نتونستی پروتئین کوچکای زمین نتونستی برات برادر شفا جناب الله کسی که شفا نیافته به امید نشه شفا جناب وقتی پیش ما مال شفا نیافته به امید نشه دکتر ما هر یک دکتر توجیک داریم هر در وطن دکتر خوب داریم بریم دیگه جدا مراجعه کنیم نه که به شرطی که شما که میگین یک بار نه تو شما 3 بار که اومدن که رزولت نشه حتما برید دیگه جو ببین نشه شفا در جای الله ببینیم برادر ما یکم چه به سیاست دیگه سیاست حکومت شما خبر دارم اکر ما روزی برادر خدا برکت دست شما درد نمیاد آمین اما وقت سری بلند بشه آمین خدا عمر دراز بده آمین شما هم خداوند شفای کنه بده از سر فرزندان سلام نشه که شما از این فرزندان تو کتا کتا میخوره کتا
میگرده. اگر که شما نباشین فرزند شما چی میشه خدا خودش میدونه. برای حتما از برای الله، از برای راه خدا را مقصد چیکار میکنیم؟ خیر سخاوت میکنیم. حتما این خیر سخاوت برای چیه؟ برای که الحمدلله ما از خیر سخاوت باید نترسیم. حتما اون کم نمیشه. خیر سخاوت بودگاه خانه دوست میاد دست پول کده بهش برای به دست چی میری؟ اما خیر سخاوت چیه؟ دست یا دوست گرفتن. مردم خیر سخاوت میگم خیال میگن که ما با راه خدا مال و ملک خیر او شامل سخنی خوب زدن میکنه. نه دل یک کمالگه داره. بعضی خیر کردن نمیتونه سخنی خوب بزنه، سخنی خوب نویسه، کمیتره خوب نویسه، انشاءالله خدا حرکت میکنه. در حق یک برادر تهمت نکرد. این گپ با هم آدمای خودش بود. این گپ هم آدم بود گریف گپ شد. این گپ برای همون بود. ما هم خیلی گفتیم این برادری که ما حاضر همین حال که ما رو تماشا داریم ما گپ شما ندارم. الحمدلله بعضی 3-4 سالش ما رو دستگیری دارن. خدا این گپان تو باشه با خیر حالش. یک چی دیگه که یعنی انسان گپ میزنه میره خانه بر گپ در فرزند نشده در زمین خودش نمیگذاره. نه که میشین در کامنتر یا گپای میگی پشت پرده. وای حسابی بی‌ثبات بی‌عقلی. نه او را ما برای چی گفتم؟ خیر کردن هم میتونی سخنی خوب زن. نه البته نه نه سخنی بد هم نگو نه سخنی نکم نگو. ها اگر دیگه کبی دیگه که دای پوشیده سنتر دای اگر او شده که چه هفتن نکن نیست. اکلی اونیا خیلی فهمیدن چی باشه؟ اکما یا آدم بی‌ثبات داره عقلی میگریسته که وقتی گفتم تمام گپ. خب